یاسینگر میگفت اگه سگتو گم کردی برو تو حیاط، برو تو کوچه رو بگرد. اگه آرامشتو گم کردی تو. سگ بیرونه، آرامش توه. کیف پولتو گم کردی زیر میزو بگرد، برو تو ماشین رو نگاه کن، برو ببین کجا جا گذاشتی. بیرونه، بیرون. کیف پول بیرونه. خوشحالی توه. اگه خوشحالی رو گم کردی بیرون دنبالش نگرد. هیچ میزانی از به دست آوردن‌های بیرونی تو رو از درون به موفقیت، خوشحالی، آرامش، سعادت، کامیابی، هر چیزی که دوست داری نمیرسونه. همه اینا دستاوردهای درونی هستند و تو هم به دستاوردهای بیرونی هم به دستاوردهای درونی مستحقی. تو میتونی هر دو رو داشته باشی. اینم یه دروغ دیگه بوده که گفتن اگر یه نفر خیلی معنویه باید حتما مثلا ترک دنیا کنه، باید فارغ بشه، باید بره یه گوشه سالک بشه. اونم یه روششه. بعضیام به زیبایی دارن هر دو دنیا رو زندگی میکنن. خونه خوب، زندگی خوب، کتاب خوب، درس خوب، خانواده خوب، ماشین خوب و همه چی. چرا نه؟ مهم نیست تو چی داری، مهم اینه که اون چیزا تو رو دارن یا نه. مهم نیست تو پول داری یا نه، مهم اینه که پول تو رو داره یا نه.